خشکتم، همونی که همیشه از دستش مینالی. تا حالا شده یک بار فکر کنی برای چی انقدر پوستم خشکه؟ دلیلش معلومه، نه آب به اندازه کافی میخوری، نه میوه و سبزیجات. کم منو درک کن، من هر روز دارم از شدت خشکی ترک میخورم و درد میکشم، هیچ آبی به من نمیرسه. دیگه خسته شدم از بس به من نمک پاشیدی و خوردی و خاصیت واقعی منو نفهمیدی. یه نگاه به چروکای صورتت بنداز. چرا فکر کردی من اومدم که تو فقط با هم سالاد درست کنی؟ خسته نشدی از بس هزار لایه کرم زدی روی صورتت تا جوشاتو پنهان کنی؟ تا کی میخوای منو نبینی؟ بار گوش کن به من پوستتو خنک میکنم، خشکی‌های پوستتو برطرف میکنم، پوستتو صاف میکنم. دیگه چی میخوای؟ هی تو اصلا میدونی من کی هستم؟ من همون طلای زردم که هر جا پاشم درخشان میکنم. مگه فکر کردی من فقط اومدم که رنگ خورشتای تو رو خوش رنگ کنم؟ اصلا میدونستی اگه منو با عسل قاطی کنی میتونم پوستتو این شیشه صاف پاراک کنم؟ فکر میکنه که ترکیب من با ماست بتونه پوستتو چند سال جوون تر کنه؟ به پوستت باش دختر جون. ببین من دیگه حلقم پاره کردم، از بس از خاصیت‌های خودم گفتم. من تخم مرغم سرشار از پروتئین و کلاژن برای پوست تو. چند سالته که این همه پوستت شل شده و چروک شدی و هنوزم داری هر روز منو میخوری و نمیفهمی من برای پوستت اومدم؟ این همه هزینه میکنی برای فشیالای گرون و بیفایده، بس دیگه. ببین عزیزم، سفید من سرشار از پروتئین و کلاژن هست که میتونه پوستتو سفت کنه. آب چین و چروکای صورتت کن. من برای پوستتو ساخته شدم، بفهم. منو با آلوئه برا قاطی کنی معجزه میکنم برای پوستت، ولی تو چشماتو باز نمیکنی. کافیه منو با یه قاشق وازلین ترکیب کنی. وازلین؟ آره، پوستتو صاف و شفاف میکنه. هی تو، چرا هر بار که منو میخوری راحت پوستم میندازی دور؟ که نمیدونستی پوست من سرشار از ویتامین سی است دختر جون؟ نه نمیدونستم. خب حالا دیگه بدون. نگاه به پوستت بنداز. دختر جون، پوست من میتونه جوشاتو از بین ببره و لکه‌هاتو نابود کنه. هر وقت در این یخچال کفتی رو باز کردی منو بردار، چون هم خودم به دردت میخورم و هم پوستم. تو اصلا میدونی من کی هستم؟ ساله هاست فقط منو توی نوشیدنیات میندازی. فکر کردی من فقط برای خنک کردن شکمت ساخته شدم؟ اشتباه کردی دختر جون، من قاتل التهابم، شکننده چروکه ها و دشمن جوشهای صورتت. کافیه شبی چند دقیقه یک تیکه از من رو روی صورتت ماساژ بدی.